من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. الان اختلاف نظر که چند نفر بودند. سیقولون اینجا کی میگوید؟ این اختلاف نظر بین یهود و رسول الله هست. قال بعض المحققين اليهود المعاصرين له صلى الله عليه وسلم الخائزين في قصة اصحاب الكهف. روح المعانی اینایی که میگوین یهودی ها هستند، میگوین 3 نفرن، چهارمی سگ هست، و بعضی میگن 5 نفرم، ششمی سگ هست. سادسهم کلبهم رجما بالغیب. رجما بالغیب یعنی تخمینا و همینطور حدسا گمانا، چیزی نمیدان، غایبا یک چیزی میندازند. و یقولون 7 و ثامنهم، بعضی میگه 7 نفر و ثامنهم کلبهم، 8می سگ هست. قل ربی اعلم بعدتهم، بگو رب من بهتر میداند که تعدادشان را. ببینید این قول سوم ها، اینجا الله فرموده ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل، عددشان را نمیدانم مگر اندک. اندکی از مردم میدانند. اون اندکی هستن مثل عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن عباس از مفسرین صحابه. حضرت عبدالله ابن عباس میگفت من از اون اندک هستم، و بعد میگفت که اینها 7 نفرند و 8می سگ هست. از اشاره این آیه هم معلوم میشه همین قول. ببین اینجا چی هست؟ اینجا هست که 3 رابعهم کلبهم 5 سادسهم کلبهم رجما بالغیب. این رجما بالغیب متعلق به هر دو هست، یعنی همینطور تخمینی، گمانی، حدسی یک چیزی میگویند. هر دو قول را رجما بالغیب گفت. اما اینجا 7 و ثامنهم کلبهم اینجا نفرمود رجما بالغیب. معلوم میشه که همین قول صحیح است. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، شما بحث نکن درباره اونها. فلا تمار یعنی لا تجادل، جدل نکن، بحث نکن مگر مراء ظاهر، یعنی بحث ظاهری، یعنی به عمق مسائل که چی بودن، چقدر بودن، به این مسائل نپرداز. همین بحث ظاهری داشته باش که اون چی که اون اندازه که قرآن بهت گفته، بیشتر از این نه. ولا تستفت فیهم منهم احدا، درباره اون جوانان اصحاب کهف هم سوال نکن از یهودی ها، از هیچ کسی چیز سوال نکن. خب اینجا جمله معترضه هست، اینکه پیغمبر خدا گفت من فردا جواب میدم. الله می فرماید ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا، هرگز نگو به چیزی که من این کار را انجام میدم غدا، مثلا بنویس، مثلا فردا، الا ان یشاء الله، مگر اینکه الله بخواهد. واذکر ربک اذا نسیت،
ربت را یاد کن وقتی که فراموش کردی نام خدا را و مشیت خدا را. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. بگو امید هست، توقع هست، یا توقع هست که مرا رب من هدایت کند، راهنمایی بکند. لاقرب من هذا رشدا، از نظر راهنمایی نزدیکتر به این، یعنی مطالب بیشتری درباره این جریان یا از این جریان هم که به راهنمایی دین حق راهنما باشد، بیشتر راهنما باشد، خدا مرا راهنمایی بکند. لذا حال درباره بعضی جزئیات دیگر چقدر در غار ماندن. یکی از سوالات اینها این بود. الله می فرماید ولبثوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9. آنها ماندن در غار 300 سال و اضافه کردن 9 تا را. ببینید 309 شد دیگه. چرا قرآن نفرمود 309 سنه؟ 309 سنین چرا نفرمود 309 سال؟ بلکه 300 را جدا کرد و ازدادو 9 را جدا کرد. دلیلش اینه که از روی حساب قمری وقتی نگاه بکنیم اینها 309 سال اونجا ماندند. از روی حساب شمسی 300 سال ماندند. هر 30 سال در هر 30 سال بین قمری و شمسی 1 سال فرق است. یعنی 30 سال شمسی 31 سال قمری میشه. شما الان اگر از نظر شمسی 30 سالتون باشه، از حساب ماه قمری 31 سالتون هست. پس وقتی که 9 تا 30 سال باشد، عرض کنم که 10 تا 30 سال باشد، میشه چقدر؟ میشه 300 سال و باز 9 سال را هم اضافه بکن میشه 309 سال. هر 30 سال بله 1 سال. پس اینها 309 سال اونجا ماندند. اما الله می فرماید قل الله اعلم بما لبثوا. بگو الله بهتر میداند چقدر ماندن. یعنی اینکه شما میگویید سالهای این غلط هست، اون چی که خدا میگه درست. این قل الله اعلم بما لبثوا رد اون 309 سال نیست، تایید اون هست. چون اعداد دیگری که شما میگویید خدا میگه 309 سال، خدا بهتر میدانه نه شما. ای هو اعلم من الذين اختلفوا فيه بمدت لبسهم. خدا بهتر میداند از اونهایی که اختلاف دارند. والحق ما اخبرك به، حق آن است که خدا بهت خبر داده. لذا الله می فرماید قل الله اعلم بما لبثوا. بگو الله بهتر میداند چقدر ماندن. له غیب السماوات والارض، فقط برای الله است غیب آسمان ها و زمین. لا لاصحاب الكهف، اصحاب کهف غیب ندارند. ابصر به و اسمع، این صیغه تعجب است. یعنی الله عزوجل چقدر بیناست، چقدر شنواست، هر چیز را میبیند، هر چیز را میشنود. ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. نیست برای آنان بغیر از الله هیچ حامی، هیچ کارسازی. ولا یشرک فی حکمه احدا، و شریک نیست در حکم الله عزوجل هیچ کسی. منظور از حکم اینجا چی هست؟ مفسران گفتن منظور از حکم اینجا علم غیب است. وقیل الحکم ها هنا بمعنى علم الغیب، ای لا یشرک فی علم غیبه احدا. تفسیر مظهری، چون اینجا بحث خبر از غیب هست. چقدر ماندن، کجا ماندن، چطور ماندن، اینا تمام بحث های غیب هستند. در این مسائل غیب هیچ کسی شریک خدا نیست. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلمات. این دلیل وحی است.
امر ابقایی هست. ای پیغمبر همانطور که در گذشته برای اینها میگفتی و میخواندی و توضیح میدادی ادامه بده. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، تلاوت کن آنچه که وحی میشه به سویت از کتاب رب. لا مبدل لکلماته، کلمات الله را هیچ تبدیل کننده نیست. ولن تجد من دونه ملتحدا، بغیر از الله پناهگاهی هم هرگز نمیابی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، این تسلی هست برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و شأن نزولش قبلا بیان شد در ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خدای عزوجل به پیغمبر محبوبش میگه که شما به دنبال ایمان و هدایت این گردنکشان نباش، سرکشان قریش نباش، اونا ایمان نمی آورند. هرچی سوال میکنند، چون این سوال را وقتی که نضر ابن حارث کرد توقع این بود بعد از جواب ایمان می آورد، بقیه قریش ایمان می آوردند. الله می فرماید با همین فقیر فقرا صبر کن، تحمل کن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، نفست را تحمل بده، صبر کن با آنانی که یدعون ربهم بالغداة والعشی، ربشان را صبح و شام میخوانند. یریدون وجهه، منظور اینه که مخلصند. آنها چرا صبح و شام؟ آنها اراده رضای الله را دارند. ولا تعد عیناک عنهم، چشمانت را از اونها برنگردان، یعنی همواره اونها را زیر نظر، زیر شفقت و مهربانیت داشته باش. تريد زینت الحیات الدنیا، آیا میخواهی زینت و زندگی دنیا را، زیبایی زندگی دنیا را میخواهی که دنبال سرداران هستی. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت نکن اون انسانهای سرکش و متمرد را، آنهایی که ما غافل کردیم قلبشان را از یاد خودمان، آنهایی که هرگز به یاد خدا نیستند، همیشه فراموشند. واتبع هوا، آنهایی که تابع خواهشات نفس هستند و پیرو خواهشات نفس. و کان امره فرطا، امر اون چی هست؟ در امرش زیاده روی دارد، افراد دارد. لذا دنبال این نوع افراد نباش، اینها قابل هدایت نیستند. و قل الحق من ربکم، اینجا الله تعالی می فرماید که این حق است، قرآن حق است و جریان اصحاب کهف جواب سؤال شما حق است. الان شما باید ایمان بیاورید، اما اگر ایمان نمی آورید هم اختیار دارید، ولی خودتون را برای عذاب خدا آماده کنید. و قل الحق من ربکم، اعلام بفرما حق از جانب ربتان هست. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کسی میخواهد ایمان بیاورد، هر کسی میخواهد کفر کند. اما اهل کفر باید بدانند تخویف اخروی. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ما برای ظالمان آتشی آماده کردیم که احاطه کرده آنان را. سرادقها، سرادق یعنی سراپرده های آتش، قنات به اصطلاح خیمه. منظور اینه که برای اینها آتشی درست کردیم که از هر طرف احاطه آتش است. همونطور که خیمه و سراپرده انسان را کاملا در بر میگیرد، آتش کاملا اینا را چیه؟ مشتمل و در برگیرنده هست، یعنی هیچ بخشی از بدنشون بدون آتش نمیماند. و این یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل، الله می فرماید اگر آنها طلب اغاثه بکنند، کمک بخواهند، یغاثوا بماء کالمهل، آنها فریاد رسی می شوند، کمک می شوند با آبی که کالمهل مثل فلز گداخته شده است. فلز وقتی که گداخته بشه، سرب وقتی که ذوب بشه، چطور همه چیز را می سوزد. اون آب چنان هست که یشفی الوجوه، چهره ها را کباب می کند. یعنی آب را تا می خواب بخورد
همون حرارت آب میزنه چهرهش کباب میشه. بئس الشراب، الله میفرماید نوشیدنی بدی هست. و ساءت مرتفقا، جای آرام بسیار بدی هست جهنم، الله نجات بده. جای استراحت بدی هست. اما در مقابل این تخویف تبشیر برای مؤمنان. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله می فرماید بدون شک آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، همانا ما ضایع نمی کنیم اجر کسی که زیبا عمل کرده، اجر کسی که در دنیا با نیکی عمل کرده، به اونها چه اجری میرسد؟ اولئک لهم جنات عدن، این افراد، این گروه برایشان جنات جاودانه هست. تجری من تحتها الانهار، از زیر درختان و ساختمان های اون جنات نهرها جاری هست. یحلون فیها من اساور من ذهب، آراسته می شوند در آن جنات، یعنی زیورالات پوشیده می شوند. من اساور، از دستبند هایی که من ذهب، آن دستبند ها از طلا هستند. و یلبسون ثیابا خضرا من سندس، می پوشند آنها لباس سبز رنگی که من سندس از حریر نازک است، و استبرق از حریر زخیم و کلفت است. متکئین فیها علی الارائک، تکیه دادن در آن بهشت بر تخت ها. الله می فرماید نعم الثواب، این ثواب و پاداش بسیار زیباست. و حسنت مرتفقا، و از نظر استراحت جای بسیار زیبایی هست، استراحتگاه خوبی هست. یعنی چه مقر زیبا و چه منزل زیبایی هست. واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لاحدهما. خب این داستان اصحاب کهف بود که تا اینجا تمام شد. حال الله تعالی مثال دیگری بیان می فرماید که این مثال منکر توحید هست و مثال مشرک هست. دو تا برادر بودند یا دو تا دوست بودند که اینها دو تا، که یکی باغ داشت، امکانات داشت، یکی دیگه نداشت. یکی موحد بود، یکی مشرک بود. یکی شاکر خدا، یکی کفر میکرد به خدای عزوجل. اما عاقبت کفر و ناشاکری و ناسپاسی چی شد؟ واضرب لهم مثل الرجلین، بیان کن برای آنان مثال دو نفر را. جعلنا لاحدهما جنتین من اعناب، ما قرار دادیم برای یکی از اونها که همون کافر است، جنتین دو باغ از انگور داشت. و حففناهما بنخل، و ما آن را احاطه کرده بودیم با نخل خرما، یعنی دیواره باغ نخل خرما بود. و جعلنا بینهما زرعا، و بینشان زرع کشت و کشاورزی قرار دادیم. کلتا الجنتین آتت اکلها، هر دوی آن باغ میوه خودش را میداد. ولم تظلم منه شیئا، کم نمی کرد از آن میوه هیچ چیزی. لم تظلم یعنی لم تنقص، کم نمی کرد، مرتب میوه میداد. و فجرنا خلالهما نهرا، و ما جاری کردیم در وسط اون دو باغ نهر، جوی آبی که استفاده می کردند. و کان له ثمر فقال لصاحبه، علاوه از این باغات این شخص ثمر دیگه هم داشت. ثمر اینجا به معنی سرمایه است، مطلق سرمایه، چون که بعدا ادعا میکنه انا اکثر منک مالا. منظور سرمایه اون میوه چی ثمر میوه باغ نیست، میوه باغ گذشت، انگور و خرما. فقال لصاحبه وهو يحاوره، این کسی که صاحب باغ است میگه به رفیقش، به همراهش، به برادرش، در حالی که با او بحث میکنه، محاوره بحث کردن. چی میگه؟
میگه انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، به صورت غرور افتخار میگه من از نظر مال هم از تو بیشتر و از نظر نفرات هم از تو معززتر. آدمای با شخصیت میان دور بر من منشینن، جلسه میگیرن، من از هر جهت برترم. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، الله میفرماید اتفاقا وارد باغش میشه در حالی که ظلم میکند بر خودش. ظلم میکند بنیسه به شرک و الکفر، شرک و کفر میکند. چی میگه؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، فکر نکنم که این زائل بشه، از بین بره ابدا. هرگز این باغ از بین نمیره. فکر میکنه که باغ درختان خوبی داره، میوه خوبی داره و آب زیادی داره، لذا همیشه میماند. و باز از این پا فراتر گذاشته، حتی قیامت را هم انکار میکنه. و ما اظن الساعة قائمه، فکر نکنم قیامت را که قائم بشه، برپا بشه، قیامتی در کار نخواهد بود. ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، میگوید اگر برگردانده شوم به سوی ربم حتما میابم بهتر از این منقلبا، در اون بازگشت به آخرت. چرا؟ چون که خدا که تو این دنیا به من داده، اونجا اگر باشد سیستمی، اونجا هم به من بهتر میده. اما برادر دیگر، رفیق دیگر خیرخواهی میکند. قال له صاحبه و هو یحاوره، صاحب و همراه در حالی که با او بحث میکرد گفت اکفرت بالذی خلقک من تراب، آیا کفر کردی، ناسپاسی کردی، ناشاکری کردی نسبت به اون ذاتی که تو را آفرید از خاک، ثم من نطفه، سپس از نطفه. خاک ماده بعید است، نطفه ماده قریب است. ثم سواک رجلا، سپس تو را مردی برابر آفرید. لكن هو الله ربی، اما من، لكن اصلش است لكن انا اعتقد، روح المانی گفته من معتقدم، هو الله ربی، اون الله رب من هست، ولا اشرک بربی احدا، و من شریک نمیگیرم با ربم احدی را، احدی شریکش نیست، اون یگانه هست، یکتا هست. و باز این برادر را سرزنش میکنه. چرا؟ وقتی که وارد باغ میشی نمیگی ماشاءالله. ماشاءالله معنیش اینه که هرچی که خدا بخواهد، هرچی خدا بخواهد میشه، هرچی خدا نخواهد نمیشه، معنیش اینه. چرا ماشاءالله نگفتی؟ لا قوة الا بالله، هیچ قدرتی و هیچ قوتی نیست الا بالله، مگر اینکه باید به خدا متوکل و مستعین باشیم. ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مرا میبینی که من کمتر هستم از تو از نظر مال و اولاد، فعسى ربی، چه بسا رب من امید هست، ان یؤتینی خیرا من جنتک، به من بده چیز بهتر از باغت، چه در دنیا چه بعد از مرگ، از باغت خدا به من بهتر بده و باغت را به عذاب گرفتار بکنه که این باغ سبب گمراهی تو شده. و یرسل علیها حسبانا من السماء، حسبان به معنی آفت، آفتی از آسمان بر او بفرستد، فتصبح سعیدا زلقا، اون بشه یک میدان سعید، میدان زلقا صاف که هیچ آب و علفی نباشد. او یصبح ماؤها غورا، یعنی که آبش خشک بشه، غور یعنی ته زمین بره. فلن تستطیع له طلبا، هرگز نتوانی اون آب را دیگه طلب کنی، دوباره بکشی. از کجا آب بیارید؟ آب ته زمین رفت. لذا اون یکی دیگه به این کلمات او را نصیحت کرد. الله می فرماید اکنون دیگه عذاب خدا آمد. و احیط بثمره، الله می فرماید میوهش مورد احاطه قرار گرفت.
فاصبح یقلب کفیه، پس گشت که برعکس کرد، یعنی دستها را وقتی که انسان برعکس بکنید یعنی هیچی نماند. علی ما انفق فیها، بر آنچه که خرج کرد در آن باغ، و هی خاویه علی عروشها، و اون سرنگون شده بود، افتاده بود بر سقفاش. گفتیم خاویه علی عروشها کنایه از تخریب کامل است. عروش اینجا میتونه معنیش انگورها باشه، چون انگورها باعث عرش میشن، سقف میشند. و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اینجا اون بیچاره پشیمان شد، گفت کاش من احدی را با ربم شریک نمی گرفتم، احدی را شریک نمی گرفتم و خدا را یگانه می دانستم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، الله می فرماید نبود برای او گروهی جماعتی که او را نصرت و یاری بکند غیر از الله. و ما کان منتصرا، و نبود منتصر یعنی منتقم، انتقام گیرنده. کسی نبود که از خدا بپرسد چرا این بدبخت را باغش را از بین بردی، مالش را از بین بردی. انسان وقتی که ناسپاس باشد، ناشاکر باشد، این گونه هست. پس این مثال یک مؤمن و یک غیر مؤمن است، یک موحد و یک مشرک است. الله می فرماید هنالک الولایت لله الحق، اینجا ثابت شد که ولایت، قدرت، تسلط برای الله است، اون اللهی که حق است. هو خیر ثوابا و خیر عقبا، اون الله بهتر است از نظر پاداش دادن به شما در آخرت، و خیر عقبا، بهتر است از نظر عاقبت شما هم در دنیا. واضرب لهم، مثلا این مثال ها در واقع برای اصلاح منکرین است، این شیوه اصلاح است. الله تعالی یک مثال دیگه بیان می فرماید. این مثال برای زندگی در دنیا است. الله تعالی تشبیه میده به آب. آب را خدا از آسمان نازل می کند، آب فرود می آید، در زمین میره، با نباتات و با بذرهایی که در ته زمین است خلط میشه، تبدیل به جوانه میشه، بعد از اون تبدیل به سبزی میشه، به علف میشه، به چمنزار میشه، زمین آباد میشه، سرسبز میشه. بعد از مدتی وقت درویش فرا میرسد، گندم هست، جو هست مثلا، او را درو میکنند. اونه که درو میکنند چی میمانه روی زمین؟ غثاء میمانه، آشغال میمانه و چیزی دیگه اونجا نمیمانه، نخاله میمانه به اصطلاح. لذا الله میفرماید زندگی دنیا و حیات دنیا همین طوره، ابتدایش مثل همون جوان ضعیف است، بعداً انسان که جوان میشه همه چیز زرق و برق داره، زیبایی داره، قدرت و تجمل داره، اما آخر مثل همون سبزی چی میشه؟ کم کم ضعیف میشه، زرد میشه، نحیف میشه، تا اینکه آخر درویش میکنن، چیزی نمیماند، انسان میمیرد و از این دنیا میره. کل داستان دنیا این هست. لذا نباید به این دنیا دل بست، نباید به خاطر این حق را کتمان کرد، شرک کرد. واضرب لهم مثل الحیات الدنیا، الله می فرماید برای آنان بیان کن مثال زندگی دنیا را، کما این انزلناه من السماء، مثل آبی که ما نازل کردیم آن را از آسمان، فاختلط به نبات الارض، خلط شد، قاطی شد، تو در تو شد با اون نبات زمین، بذری که در زمین هست آینده تبدیل به نبات میشه. فاصبح هشیما، یه مرحله بر او گذشت، شد هشیم. هشیما یعنی یابسا منکسرا، خشک و افتاده، تکه تکه شده. تذروه الریاح، که بادها او را به هوا پراکنده می کنند.
انسان همچنین یه روزی میاد که میره و کان الله علی کل شیء مقتدرا، الله به هر چیز قادر هست، به هر چیز تواناست. المال والبنون زینة الحیات الدنیا، الله می فرماید مال و اولاد زینت زندگی دنیاست. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، آنچه که باقی میماند از باقیات و صالحات، صالحات اون اعمال نیکی که برای انسان باقی میماند، هر عمل نیک را شامل میشه. بعضی تفسیر کردن به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. علی ای حال، چه ذکر و نام خدا باشد، چه نماز باشد، چه روزه باشد، خیر عند ربک ثوابا، نزد پروردگار بهتر است از نظر پاداش، و خیر عملا، بهتر است از نظر امید و آرزو، امید بستن به آن. خب اکنون تخویف اخروی. و یوم نسیر الجبال، روزی که همه کوها را ما سیر میدیم. چگونه سیر میدیم؟ اول کوها را الله تعالی تکه تکه میکند و تبدیل میکند به ریزه ریزه پودر، بعدا اینها سیر میکنند و به هوا پراکنده میشوند. و یوم نسیر الجبال، روزی که سیر میدیم میبریم کوها را. و ترى الارض بارزه، میبینی زمین را که ظاهر هست. و حشرناهم، همگی را حشر میکنیم، همگی را جمع میکنیم. فلم نغادر منهم احدا، ما نمیگذاریم از آنان هیچ کسی را. و عرضوا علی ربک صفا، موقف حساب. الله می فرماید بر موقف حساب آنها قرار داده می شوند صف بسته. الله به آنان میگه لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، همانا شما پیش ما آمدید همان گونه که روز اول ما شما را آفریدیم. روز اول که خلق کرد الله تعالی انسان چی داشت؟ هیچ چی نداشت، نه پارتی داشت، نه مال داشت، نه سرمایه داشت. به همون صورت انسان پیش خدا میاد. و بعضی گفتن این را هم گفتن که روز اول که انسان را الله آفرید انسان لخت بود، عریان بود، حتی لباس هم ندارد و به محضر الله عزوجل حاضر میشه. از رسول الله پرسیدن یا رسول الله آیا اینها، ام المؤمنین عایشه پرسید، همه مردم وقتی که بدون لباس باشند همدیگر را نمی بینند، عورت همدیگر را نمی بینند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود چنان وحشتی حاکم است که همه چشما به بالا دوخته است، هیچ کسی از اطراف خودش خبر ندارد. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. الله می فرماید بلکه شما می پنداشتید که ما اصلا برای شما موعدی مشخص نمی کنیم، قرار نمی دهیم. چرا ندهیم؟ این موعد است، این همون روز است، میعادگاه است. کیفیت حساب را الله بیان می فرماید. به چه کیفیتی در روز قیامت حساب و کتاب میشه؟ و وضع الکتاب، کتاب گذاشته میشه، یعنی نامه اعمال گذاشته میشه برای هر انسانی. فترى المجرمین مشفقین مما فی، میبینی مجرمان را که میترسند از آنچه که در نامه اعمالشان هست، در کتابشان هست. و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، آنها میگویند ای افسوس بر ما، حسرت میخورند این کتاب را چه شده؟ لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. لا یغادر یعنی لا یترکه، نمی گذارد عمل کوچکی و نه عمل بزرگی مگر اون را احاطه کرده. احصاها ای کتبها و اثبتها، نوشته ثابت کرده. و وجدوا ما عملوا حاضرا، الله می فرماید میابند آنچه که عمل کردند حاضر، یعنی در دنیا هر چی که عمل کردند اونجا حاضر میبینند. ولا یظلم ربک احدا، رب تو بر احدی، بر هیچ کسی ظلم نمی کند.
خب الله تعالی تا اینجا دو تا مثال بیان فرمود. بعد از اینکه جریان اصحاب کهف را تعریف کرد، پس شبهه اصحاب کهف هم برطرف شد. الله فرمود که ما اونها را این طرف و اون طرف می غلطانیدیم، ما برای اونها همه انتظام و برنامه ریزی را کردیم، اونها خودشون از خود قدرتی نداشتند. اینجا شبهه دیگری هست که جنات می بینیم قدرت دارند، تصرفات دارند. الله تعالی می فرماید جنات کاری نیستند. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، اونها را من به وقت پیدایش آسمان ها و زمین من اونها را نیاوردم، حاضر نکردم، اونها را در هیچ چیز شریک قرار ندادم. چطور شما اونها را عبادت میکنید، استمداد میکنید؟ و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، زمانی که ما گفتیم به ملائکه سجده کنید آدم را، فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن بغیر از ابلیس. کان من الجن، اینجا الله مشخص کرده هویت ابلیس را، از جنات بود. ففسق عن امر ربه، اما از امر پروردگار چی کرد؟ از سرکشی کرد. فسق خروج را میگویند از اطاعت، دیگه سرکشی کرد، از اطاعت سر باز زد. الان به ما انسان ها خطاب میکنه، شمایی که جنات را معبود میدانید، از جنات استمداد میکنید، به جنات پناه میبرید، آیا شما ذریه همین ابلیس را، همینی که تکبر کرد، شما را سجده نکرد، شما را احترام نکرد، با شما اعلام جنگ و دشمنی کرد، شما اولاد همین را برای خودتون ولی قرار دادید، حامی قرار دادید، در حاجات از اونها استمداد می طلبید؟ لذا الله می فرماید افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، آیا آن ابلیس را شما گرفتید و اولادش را حامی برای خودتان غیر از من خدا، در حالی که و هم لکم عدو، اون برای شما دشمنه، اون دشمن شماست. بئس للظالمین بدلا، بدل و عوض بسیار بدی هست برای ظالمین ابلیس. یعنی بدل از این جهت که شما باید خدا را ولی خودتون بگیرید، شما تبدیل کردید، به جای خدا شیاطین و جنات را گرفتید. لذا این بدل بدی هست. دیگه این معنی دومی که الله می فرماید اینها استحقاق الوهیت ندارند، من اینها را در هیچ کاری شریک قرار ندادم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، من آنان را حاضر نکردم به وقت پیدایش آسمان ها و زمین، ولا خلق انفسهم، و نه پیدایش خودشون را که من آفریدم، من اونها را حاضر نکردم. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، نیستم که من بگیرم گمراهان را به عنوان بازو. عضد بازو، معاون به اصطلاح، کمک کننده، از اونها من نمیگیرم. و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، تخویف اخروی، آن روزی که خدا می فرماید صدا بزنید شرکای من را، اونایی که شما شریک گرفتید، الذین زعمتم، اونی که شما فکر می کردید شریک خداست، ملائکه، عیسی، هر کسی هست، شما صداش بزنید. فدعوهم، مشرکان اونها را فریاد میزنند، هر یکی مال خودش را، یا فلان یا فلان بیا برس. الله می فرماید فلم یستجیبوا لهم، اونا اجابت نمی کنند، نمی توانند. و جعلنا بینهم موبقا، بینشان ما هلاکت می اندازیم. موبق بعضی گفتن به معنی وبوق است، وبوق یعنی هلاکت، اما بعضی دیگر معتقدند که موبق یعنی موبق یک وادی هست در جهنم،
موبق چیه؟ یک وادی هست در جهنم که خدای تعالی اون را حائل میگرداند بین مشرکان و بین اون آلهه‌ای که اونا برای عبادت خودشون راضی نبودند، مثل ملائکه، مثل عیسی. لذا خدای عزوجل بینشان جدایی میفکند، یعنی مشرکین را در موبق میاندازد، در اون عذاب. ورأى المجرمون النار، مجرمان اینجا آتش را میبینند. فظنوا ای ایقنوا، یقین میکنند که انهم مواقعوها، اینا میافتند تو اون، الان دیگه موقعش هست. ولم یجدوا عنها مصرفا، نمیابند از اون آتش مصرفا یعنی برگشتی، جای برگشتی. ای موضعا ینصرفون الی، جایی که به اون طرف منصرف بشن، به اون سمت سو برون، نه دیگه اونجا گیر میکنن. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل. ببینید چه مطالب زیبایی در این قرآن بیان میشه، چه مواعظی، چه پند و اندرزی. اما الله تعالی اینجا شکوه دارد از انسان، زجر و سرزنش میکند انسان مشرک را که باز هم جدل میکند، قبول نمیکند، بحث میکند. الله می فرماید ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس، ما گردانیدیم در این قرآن برای مردم من کل مثل، از هر مثل، ای من کل شیء یحتاجون الیه، هر چیزی که نیاز داشتن، مطالب عقیدتی را، مطالب عملی را، مطالب اخلاقی را بیان کردیم. و کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان اکثر شیء هست از نظر جدل، از نظر بحث کردن، از نظر قبول نکردن. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، این زجر و تخویف اخروی هست. الله میفرماید الان که هدایت آمده، یعنی قرآن آمده، رسول الله آمده، چه چیزی مانع پذیرش است؟ چیزی دیگه نیست. اینا منتظر چی هستند؟ منتظر عذابند، یعنی بغیر از عذاب چیزی دیگه اینها را راست نمی کند. اما وقتی که عذاب بیاد دیگه ایمان اون وقت درد نمی خورد. الله می فرماید و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، من نکرد مردم را اینکه ایمان بیاورند زمانی که پیششان هدایت آمد، و یستغفروا ربهم، ایمان بیاورند و مغفرت بطلبند از ربشان، الا ان تأتیهم سنت الاولین، مگر اینکه بیاید پیش آنها سنت الاولین. سنت الاولین یعنی چی؟ یعنی عذابی که بر اولین آمد. چه زمانی اینها ایمان می آورند؟ زمانی که اون عذاب بیاد. خب اون زمان دیگه ایمانشون قبول نمیشه. والمعنى انهم لا يقدمون على الايمان الا عند نزول عذاب الاستیصال، اینها بر ایمان اقدام نمی کنن مگر وقتی که عذاب بیاد، عذاب استیصال، عذابی که این ریشه اینها را بزند، فیهلکو، هلاک بشند. او ان یتواصل انواع العذاب والبلاء حال بقائهم فی الحیات الدنیا، تفسیر کبیر. یا اینکه اینها منتظر انواع عذاب و بلا بیاید در زمانی که اینا در دنیا زنده هستند، لذا همون وقت ایمان می آورند، یعنی قبل از عذاب ایمان نمی آورند. او یأتیهم العذاب قبلا، یا اینکه عذاب پیش آنها بیاید رو به رو، قبلا رو به رو. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. خب این عذاب کی هست؟ عذاب را من نمیدانم، من فقط انذار و تبشیر. ما نفرستادیم مرسلین را مگر برای بشارت و برای ترسانیدن. و یجادل الذین کفروا بالباطل، الله می فرماید جدال می کنند آنانی که کفر کردند با باطل، یعنی با شبهات واهیه. ببینید جدال، بعد از جدال چی میاد؟ مهر جباریت. بعد از جدال مهر جباریت میاد. لذا الله می فرماید و یجادل الذین کفروا بالباطل، جدال می کنند کسانی که کفر کردند
با باطل جدال می کنند به وسیله شبهات و سوالات بیجا لیدحضوا به الحق، تاکه دفع کنند یا بلغزانند به وسیله این حق را شکست بدن. واتخذوا آیاتی وما انذروا هزوا، اینها آیات من را و آنچه که اینها از آن ترسانیده شدند او را به بعد مسخره گرفتند، به جای ایمان آوردن مسخره کردن. و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه، الله می فرماید چه انسانی ظالمتر از اون انسانی که آیات رب را چی کند؟ آیات رب را به آیات رب تذکر داده بشه، ذکر یعنی وعظه، به آیات رب تذکر داده بشه، فاعرض عنها، از اون آیات اعراض کند، پشت بدهد. و نسی ما قدمت یدا، فراموش کند آنچه که دستش انجام داده، یعنی عمل کرده خودش را. آخر الله تعالی جزای مجادله را، جدال بالباطل را بیان می کند. انا جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوا، همانا ما قرار دادیم بر دلهایشان غلاف از اینکه بفهمند. و فی آذانهم وقرا، در گوشهایشان سنگینی هست، بار هست، به قدری که و ان تدعوهم الى الهدى، ای رسول الله اگر آنان را بخوانی به سوی هدایت، فلن یهتدوا اذن ابدا، در این هنگام هرگز اونها هدایت نمی شوند. و ربک الغفور ذو الرحمه. خب سوال اینجا مطرح میشه چرا خداوند اونها را عذاب نمیده وقتی که چنین و چنان هستند؟ الله جواب میده الله زود عذاب نمیده، رب تو غفور هست، ذو الرحمه هست، صاحب رحمت هست. الله مهلت میده تا شاید اینها توبه کنند، رجوع کنند، خدا بر اونها رحم کند. لذا و ربک الغفور ذو الرحمه لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، الله اگر اونها را مؤاخذه بکند به سبب عمل کردشان، به سبب کسبشان، لعجل لهم العذاب، برای اونها عذاب را تعجیل می فرماید، یعنی زود عذابشون می دهد. اما الله زود عذاب نمیده، بل لهم موعد، بلکه اینها یک موعدی دارند، یک مدتی خدا برایشون تعیین کرده. لن یجدوا من دونه موئلا، بغیر از الله هیچ پناهگاهی نمی یابند. موئل پناهگاه، بغیر از رب و در رب هیچ پناهگاهی دیگری برایشان نیست. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا، الله تعالی اشاره می کند به نمونه عذاب. همه این قریه ها را نگاه کنید، اطراف مکه، قریه هایی که مال کسانی هستند که به عذاب گرفتار شدند. این قریه ها اهلکناهم لما ظلموا، ما اینها را نابود کردیم، هلاک کردیم زمانی که آنها ظلم کردند. و جعلنا لمهلکهم موعدا، اونها را هم فوری ما عذاب ندادیم، همینطور که میگیم اینها را فوری عذاب نمیدیم. برای هلاکت اونها الله میفرماید ما موعد تعیین کرده بودیم، زمان تعیین کردیم، وقتی که اون زمان فرا رسید عذاب دادیم. لذا الان هم رب میفرماید که ما زمان داریم، وقتی که زمان برسد عذاب خدای عزوجل می آید. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل